سربازان خداوند آسمان و زمینیم، بهر نام خداوند عیسی از پا نمی نشینیم. سردار لشکر آسمانی خدا هم با ماست، به فرمان او میگوییم هللویا هللویا. سردار لشکر آسمانی خدا هم با ماست، به فرمان او میگوییم هللویا هللویا. پیروزیم با نام خداوندمان عیسی، پیروزیم با نام شاهمان عیسی، پیروزیم با نام خداوندمان عیسی، پیروزیم با نام شاهمان عیسی. ما ایلچیان خداوند آسمان و زمینیم، سخنان پدر خود را به گوشا میرسانیم. میخواهیم او در میان ما همیشه جلال یابد، ناجیان را خداوند عیسی برای خود بیابد. میخواهیم او در میان ما همیشه جلال یابد، ناجیان را خداوند عیسی برای خود بیابد. فرو میریزیم قلعه های شیطان را، پیروزیم با نام خداوند عیسی. فرو میریزیم قلعه های شیطان را، پیروزیم با نام خداوند عیسی، پیروزیم با نام خداوندمان عیسی، پیروزیم با نام شاهمان عیسی. فرو میریزیم قلعه های شیطان را، پیروزیم با نام خداوند عیسی. آمین. پیروزیم در نام عیسی مسیح. عزیزان، با رادیوی ندای محبت در خدمت شما عزیزان هستیم. ولی قبل از اینکه به موضوع برنامه برسیم، خواهم یگانه یادتون میاد یه سریال توی ایران پخش میشد به کارگردانی آقای مهران مدیری و اسمش بود شب‌های برره. می‌دیدین این سریال؟ بله بله. یه قسمتی از این سریال جالب کمدی این بودش که زنهای شهر، بالای شهر و پایین شهر، برای اینکه از هم دیگه غیبت کنن و حرفای دلشون رو به هم دیگه بزنن، میشستن، نه اگه اشتباه نکرده باشم شنوندگان منو ببخشن اگه اسمش رو اشتباه بگم، ولی مراسم نخود خوروم بود، نمیدونم چی بود، ولی میشستن و در مورد همدیگه غیبت می‌کردن، نخود می‌خوردن و چه واقعا چه حالی هم می‌کردن. بله عزیزان، ما هم البته ببخشید تو کلمه تو زمان ما دیگه الان تخمه میشکنن. بله دیگه. آره دیگه اون یه داستانی بود به جای نخود. درست. همجوری که خواهرم یگانه فرمودن، امروز برنامه ما در مورد غیبت هستش عزیزان. واقعا غیبت چیه؟ چرا ما غیبت میکنیم؟ و رهایی از این کار چی هستش؟ و کلام خدا که ما مسیحیان کتاب مقدس رو کلام خدا میدونیم، کلام خدا در مورد این موضوع چی میگه به ما؟ درسته. غیبت اصولاً میتونه به معنی پشت سر کسی صحبت کردن یا صحبت کردن باشه. این کسانی که معمولاً سوم شخص مفرد و یا جمع هستند، غایب هستند یا در جمع هستند، یا اینکه اصلا حضورم ندارن. ولی من که رفتم توی دیکشنری نگاه کردم، دیکشنری فارسی، که ببینم غیبت رو چجوری تعریف میکنه، نوشته بود شایعات بی اساس، شایعات بی پروا، اراجیف، بدگویی و سخنچینی. درسته. و غیبت ریشه عمیق و دلایل و عوامل خاص خودش رو داره که در بعضی ساده هستش، ولی در بعضی از زندگی ها خیلی خانمانسوز خطرناکه و واقعا میبینیم در جامعه که چقدر این غیبت باعث خرابی ها در زندگی ها شده. درسته. معمولا وقتی که ما برای دید و بازدید و وقت گذروندن با دوستان و فامیلمون میریم دور هم جمع میشیم، همونطور که میگیم و میشنویم گاهی اوقات هم غیبت میکنیم. متاسفانه غیبت که زمانی رفتار ناپسند و قبیحی بود، این روزا قباحت خودش رو تا اندازه زیادی از دست داده و تبدیل به یه سرگرمی و وقت گذرونی شاد و هیجان انگیز شده. بارها شنیدم که بعضی از خانم‌ها با افتخار به هم میگن که بیاین دور هم جمع بشیم و کمی غیبت کنیم. حتی در محافل مردانه هم همینطور که به ظاهر غیبت زیاد مرسوم نیست، ولی میشنن و در مورد همدیگه اطلاعات رد و بدل میکنن، پشت سر همدیگه صحبت میکنن و همچنین بحث میکنن در مورد زندگی محرمانه بقیه.
و همچنین عباراتی چون غیبت درمانی و یا ستون غیبت در روزنامه ها و مجلات نیز امری بسیار پذیرفته شده و عادی به نظر میاد. برخی نیز صفحات وبلاگ و فیسبوک خودشونو بی‌پروایانه عرصه غیبتگویی و غیبت شنوی ساختن. برای بسیاری از ما غیبت فقط زمانی ناخوشاینده که در مورد خود ما باشه. در غیر این صورت به آسانی در گفتن و شنیدن آن سهیم میشیم. اما در کتاب مقدس غیبت و سخنچینی یه سرگرمی خنثی نیست که بتوان با خنده و شوخی اونو توجیه کرد. بله، و ازش گذشت. دقیقاً. در مورد این عادت زشت در جای جای کلام خدا به دفعات زیاد هشدار داده شده. مثلا در لاویان 19-16 اگه بخونیم اومده که خداوند میفرماید سخنچینی نکنید و با پخش خبر دروغ باعث نشوید کسی به مرگ محکوم بشه. غیبت میتونه از علاقه شخص و همچنین شخصیت غیبتگو بگه و همچنین میتونه از ناراحتی، قهر، کینه و غیره ناشی بشه و به نظر من در هر حالت غیبت میوه منفی از محصولات قهر، خشم، کینه، حسادت و تهمت و شایع انواع این چیزها به وجود میاد. درسته. به طور کلی غیبت یعنی صحبت کردن در مورد مشکلات، اشتباهات و شکست‌های دیگران پشت سر اونها. خواه چنین سخنانی حقیقت داشته باشه، خواه نداشته باشه. غیبت چیزایی که ما حاضر نیستیم جلوی خود شخص بگیم و یا لااقل اونو به اون نحوی که در پشت سرشون میگیم در حضورشون نخواهیم گفت. غیبت یعنی اظهار نظر منفی در مورد دیگرون و یا انگیزه های آنها را با دید منفی و مغرضانه در حضور شخصی ثالث مورد بحث و بررسی قرار دادن. غیبت تکرار شایعات و خبرهای جسته و گریخته در مورد دیگرونه. وقتی مطالب خصوصی و شخصی و محرمانه دیگران را برای افرادی که چنین مطالبی به آنها مربوط نیست بازگو می‌کنیم، این کار غیبته. معمولاً کسانی که در غیبت کردن خبرن با زیرکی میدونن چگونه بدون آنکه سخن اضافه بگن حرفی را نیز ناگفته باقی نگذارن. یه ضرب‌المثل بختیاری میگه که سخنچینی از غارت کردن بدتر است. دلیلش اینه که غیبت به هر صورت و با هر پوشش حمله بیرحمانه به شخصیت فرد ثالثه. درسته. و این چیزی که شما گفتین یک ضرب مسئله بختیاری چقدر جالب بود. من یه بار میخوام تکرار کنم که سخنچینی از غارت کردن هم بدتر است. خیلی خیلی واقعا ضرب مسئله عمیقیه به نظر من، چون واقعا یه حمله بیرحمانه است به نفر سوم که اونجا حضور نداره. دقیقاً، به خصوص که اون طرف در اون جمع حضور نداشته باشه. به نظر من شخصی که کارش غیبت هستش، این شخصیتی که داره فضول هستش. درسته. و چون که سخنچینی نوعی فضولی هستش، این شخص با تخصصی که همونجور که شما گفتین داره معمولا جمع‌آوری اطلاعات از این ور و از اون ور سعی می‌کنه اطلاعات جمع کنه و اونا رو برای افراد مختلف برای مقاصد مختلف در میون بذاره. واقعا باید از افرادی که اسرار رازهای خودشون رو فاش نمی کنند ولی در جمع‌آوری اسرار و رازهای دیگران خیلی کوشا هستن، ما باید خیلی مواظب باشیم و واقعا به طور جدی باید برخورد کنیم. دقیقاً. عزیزان، قبل از این که بررسی به این بکنیم که چرا غیبت میکنیم، بریم با هم یک سرود بشنویم، برمیگردیم، با ما همراه باشید. تو امید زندگانی، ای رسول مهربانی، به شبم تو رو شنیده، ای تو نور جاودانی، تو به هر جا و مکانی، از ازل تا این زمانی، ای که جمع پیروانم در راه صلح جهانی، با تو بودن شادمانی، ای تو عشق آسمانی، ای مسیح تو جمع ما باش، ما میخوایم با ما
بمانی، با تو بودن شادمانی، ای تو عشق آسمانی، ای مسیح تو جمع ما باش، ما میخوایم با ما بمانی. زندگانی، ای رسول مهربانی، به شبم تو رو شنیده، ای تو نور جاودانی، چون که در قلبم نهانی، غصه دل را خدانی، من به تو امیدوارم، تو مرا تنها شبانی، با تو بودن شادمانی، ای تو عشق آسمانی، ای مسیح تو جمع ما باش، ما میخوایم با ما بمانی، با تو بودن شادمانی، ای تو عشق آسمانی، ای مسیح تو جمع ما باش، ما میخوایم با ما بمانی، ما میخوایم با ما بمانی، ما میخوایم با ما بمانی، ما میخوایم با ما بمانی. دوستان عزیز، ما در مورد این صحبت کردیم که غیبت چیست. الان میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا ما واقعا غیبت میکنیم و دلیلش چیه که ما میشینیم دور هم دیگه و با هم دیگه غیبت میکنیم. همه ما دوست داریم مورد توجه و محبت دیگران قرار بگیریم، اما گاهی حاضریم چنین توجه و پذیرشی را به هر بهایی، حتی به قیمت پایمال کردن اصول ایمانی خود به دست بیاریم. مزمور 1:1 برای کسانی که همرنگ شدن با جماعت را توجیه برای غیبت میدونن توصیه خوبی دارد. در این مزمور اومده که خوشا به حال کسی که با بدکاران مشورت نمی کند و راه گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند همنشین نمی شوند. یکی دیگه از عواملی که ما را به سوی غیبت سوق میده کنجکاوی در مورد زندگی خصوصی دیگرون و اشتیاق برای سردرآوردن از مسائل مربوط به اونهاست. در واقع میکوشیم از طریق غیبت اطلاعاتی در مورد شخص ثالث در اختیار دیگرون بگذاریم تا خودمون نیز بتونیم در مقابل اطلاعات بیشتری راجع به اونا کسب کنیم. دقیقاً به همون موضوع فضولی رسیدیم. دقیقاً. یکی دیگه از عوامل غیبت کردن حسادته. به راستی چقدر طبیعت انسان گناه آلوده که وقتی در مورد کسانی که به آنها حسادت می‌کند سخنی منفی میشنود یا خودش آنها را در نظر دیگران بدنام می‌کند، در ته دل خوشحال میشه، انگار که بد بودن فرد دیگه خود ما رو به شخصی بهتر تبدیل میکنه. از همین روز که کلام خدا در امثال 18:8 میگوید سخنان سخنچین همچون لقمه‌ای لذیذ است که به اعماق وجود انسان فرو می رود. اما این لقمه به ظاهر لذیذ و این سم آغشته به عسل در پنهان ترین زوایای وجود و فکر و روابط ما اثر میذاره.
متاسفانه این چیز واقعا حقیقت داره که این مثل یک عسل شیرینه. خیلی موقع شده من دیدم متاسفانه بودن که کسایی که تو جمع نشستن در مورد کس ثالث صحبت کردن و اینکه وقتی که حرفشون غیبتشون تموم شد انگار که یه آزادی اصلا یک چیز مثلا خیلی عالی اتفاق افتاده باشه یا انجام داده باشن، از این کارشون بسیار خوشحالن و انگار که یعنی مثلا افتخار میکنن که حالا که چه کار عالی و مثبتی من انجام دادم. دقیقاً. همچنین در نهایت این میکروب مصری نه تنها خود ما رو به فردی مغرور، از خود راضی، حسود، تلخ و بدبین تبدیل میکنه، بلکه با پخش شدن و ایجاد نفاق دیگران رو نیز آلوده میکنه و این گونه به حیات زشت خودش ادامه میده. دلیل دیگر سخنچینی احساس ترس و عدم امنیت می باشه. اغلب وقتی دچار ترس و عدم اعتماد به نفس هستیم و از لحاظ شخصیتی احساس ناامنی می کنیم، به جای اینکه جرأت کنیم با کسی که احتمالاً ما را رنجونده رو در رو حرف بزنیم، می‌کوشیم با توسل به غیبت هم خودمون رو خالی کنیم و هم از اون انتقام بگیریم. روشنه که چنین روشی به هیچ وجه مطابق کتاب مقدس نیست. درسته. قضاوت در مورد دیگرون، قضاوت‌های ناعادلانه در مورد دیگرون باعث میشه که به آسانی رفتار انگیزه هاشون را مورد شماتت قرار بدیم و بخوایم بر مسند داوری بشینیم و بر حسب دیدگاه محدود و یک طرفه خودمون پشت سر اونا حرف بزنیم و خودمون عادل جلوه بدیم. در فارسی ضرب‌المثل پرمعنایی که میگه هر که تنها به قاضی رود خوشحال برمیگردد. درسته. عدم سرسپردگی کامل به اصول ایمان مسیحی که این یکی دیگه از ابعاد ثمره کار روح القدس در ایماندار مسیحی خویشتن‌داری است. ما مسیحیان عایقی نداریم که ما را از همه وسوسه‌های این دنیا از جمله غیبت کردن محفوظ بداره، اما با سرسپردگی کامل به روح القدس و اطاعت از ندای او میتونیم فردی متفاوت باشیم و در این جهان تاریک به عنوان نور و نمک عمل کنیم. به علاوه پیام مرکزی انجیل اینه که خدا در مسیح گناهان ما را به رایگان بخشیده است و اونها را به حساب نخواهد آورد. از این رو ما نیز باید خطاهای دیگران را ببخشیم. بخشش واقعی دیگه جایی برای غیبت و حرف زدن پشت سر دیگران باقی نمیگذاره. یکی دیگه از دلایلی که ما غیبت میکنیم کاهلی و بیکاری و بی‌هدفی در زندگی شخصیمونه. پولس در اول تیموتائوس 5-13 بیکاری را عامل سخنچینی و فضولی میدونه. غیبت کردن برای کسانی که مشغولیت مفیدی ندارن کار کم خرج و راحتیه. کسانی که با جدیت و پشت کار در پی اهداف زندگی خودشون هستن به ندرت وقت خود را با سخنچینی و صحبت کردن در مورد دیگرون به هدر میدن. مطابق اول تسالونیکیان 4:11-12 میگه که آرزوی یک مسیحی باید این باشه که زندگی آرامی داشته باشه و سر به کار خیش مشغول بداره. این گونه است که زندگی روزمره او احترام مردم بیرون را هم برخواهد انگیخت. حالا با توجه به دلایلی که ذکر شد بیاییم هر یک از ما از خودمون بپرسیم در مورد این مسئله دلیل یا دلایل غیبت کردن از دیگران واقعاً چیست؟ آیا این دلیل برای من به عنوان یک مسیحی یا حتی غیر مسیحی موجهه؟ آیا مسائلی مانند ترس، همرنگ جماعت شدن، کنجکاوی یا مورد پذیرش دیگران واقع شدن آنقدر مهم هستن که من به خاطر آنها رابطه خودم رو با خدا کدر کنم؟ درسته. چه سواله، واقعا عالی کردین. آیا ما حاضریم رابطه‌مون رو با خدا به خاطر غیبت کردن از دست بدیم؟ من که دوست ندارم. نه، من واقعا دوست ندارم. هیچ کس دوست نداره. واقعا به خاطر یه چیز خیلی پیش پا افتاده آدم بخواد رابطه‌اش رو، اون رابطه شیرین و نزدیکی که با خدا داره بخواد از دست بده. چون معمولا آدم وقتی که غیبت میکنه واقعا عذاب وجدان گرفتارش میشه و دیگه فکر میکنه که مثلا دیگه الان از خدا من خیلی دور شده یا اینکه خدا دیگه اونو دوست نداره. دقیقاً همینطور هم هست. درسته.
ولی مثل همیشه باید دیدی که کلام خدا در مورد غیبت داره در مورد صحبت کنیم که در رومیان باب 1 آیه 29 تا 32 کتاب رومیان در عهد جدید، من از آیه های تفسیری میخونم براتون. نوشته پس همونطور که ایشان خدا را ترک کرده اند و حتی حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند، خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاکشان خطور میکند به عمل آورند. زندگی آنان پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل، دروغ، کینه و سخنچینی. غیبت از زبانشان دور نمی شود. ایشان دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخی خودستایی می کنند. همیشه به دنبال راه‌های تازه می گردند تا بیشتر گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمی شوند. بی احساسند، بدقول و بی عاطفه و بی رحم. با اینکه می‌دانند خدا برای چنین اعمالی مجازات مرگ تعیین کرده است، نه فقط خودشان مرتکب آنها می‌گردند، بلکه دیگران را نیز به انجام این کارها تشویق می‌کنند. واقعا چقدر زیبا کلام خدا میگه که خدا کاملا از غیبت رو رد میکنه و میگه این کار درست نیست. و از این آیات متوجه میشیم که غیبت میتونه که از صفات بد از دید خدا باشه و خداوند کسانی که این صفات رو دارن و دارای این صفات هستن با ترک کردن اونها رو تنبیه میکنه و به نظر من بزرگترین تنبیه خدا اینه که ما رو ترک کنه و ما رو به حال خودمون بگذاره. درسته. همینطور در مزمور 15 1 تا 3 در مورد غیبت کردن که چه نتایجی رو میتونه به همراه داشته باشه اومده که خداوندا کیست که در خیمه تو مهمان شود و کیست که در کوه مقدست ساکن گردد؟ آنکه به زبان خیش غیبت نکند و به همسایه خود بدی روا مدارد و ملامت را درباره نزدیکانش نپذیرد. این آیات چند نکته مهم در مورد غیبت نکردن رو به ما می‌آموزه. اول اینکه برای ایماندارانی که وسوسه میشن غیبت کنن، این سوال مطرح میسازه که حضور در کدام مهمانی رو بیشتر ترجیح میدن؟ مهمانی غیبت یا مهمانی خدا؟ ممکنه برخی تصور کنن که با غیبت نکردن تبدیل به شخصی خشک و غیر اجتماعی میشن. شاید، اما پاسخ به این پرسش اولویت‌های شخص ایماندار رو به اون نشون میده. دوم این که راه رفتن با خدا باعث میشه رابطه ایمان با دیگران مبتنی بر محبت، صداقت و وفاداری باشه. غیبت کردن از دیگران با محبت و وفاداری سازگار نیست. کسی که در حضور خدا به سر میبرد و زندگیش الهام یافته از موازین الهیه به هیچ وجه نمیتونه بشینه و به عیبجویی، رسوا کردن و خار و بدنام کردن دوست، همسر خود، همکار خود یا خواهر و برادر ایمانی خود گوش فرا بده، ولی اون که به شوخی باشه یا توجیه خوبی برای اون وجود داشته باشه. شخص ایماندار ملامت رو درباره نزدیکانش نمیپذیره. به قول سعدی که میگه سخن خیش به بیگانه نمیارم گفت، گله از دوست به دشمن نه طریق ادب است. همینطور کلام خدا خیلی جاها ذکر شده، در اول تیموتائوس، در تیتوس، در ارمیا، همه عهد عتیق خیلی جاها میبینیم که خداوند میگه ای زنان غیبت نکنید و به تیموتائوس میگه که برو و به مردم بگو که از این کار باید دست بکشن و در کار دیگران فضولی نکنن و بیهودگی نکنن. ولی آیا واقعا شامل فقط زنان میشه یا مردها هم سهیم هستن در این کار؟ باید توجه کرد که این گروه این کار غیبت فقط شامل زنان نمیشه، بلکه همونش که شما اول برنامه هم گفتید مردها هم نیز میتونن در این خطر قرار بگیرن. اگر وجود ما از خدا خالی باشه میتونه کارگاه شیطان واقع بشه به نظر من، زیرا که از همونجاست که گناه میتونه به وجود ما بیاد، ما رو فرا بگیره و این گناه رو بکنیم. کتاب امثال سلیمان در عهد عتیق در این مورد افراد اینطور میگه که این افرادی که غیبتگو هستن دارای شامل هر دو گروه، هم مرد و هم زن هستن. و در اول تیموتائوس باب 3 آیه 11 میخونیم که
و به همین طور زنان نیز باید با وقار باشند و نه غیبتگو بلکه هوشیار و در هر امری امین. و همینطور در امثال در عهد عتیق در باب 11 آیه 12 تا 13 اینطور نوشته که کسی که درباره دیگران با تحقیر صحبت میکنه آدم نادانیه و آدم عاقل جلوی زبان خود را میگیرد و خبرچین هر جا می رود اسرار دیگران را فاش می کند، ولی شخص امین اسرار را در دل خود مخفی نگه می دارد. آمین. واقعا خدا را شکر به خاطر کلام زنده خدا که امروزه میتونه با ما صحبت کنه و این چیزایی که کلام واقعا میگه که کسی که میشین دیگران تحقیر میکنه نادانه. درسته. با اقتدار. دقیقاً. همونطور که آیدا جون شما گفتین، یکی دیگه از نتایج غیبت اینه که گوش فرا دادن به غیبت به اندازه غیبتگویی ما رو از پیشگاه خدا دور و از لذت حضور اون محروم میسازه. کسی که در خیمه خدا مهمان میشه ملامت رو درباره نزدیکانش نمیگه و نمیپذیره. درک پرینس واعظ سرشناس آمریکایی میگه که گوش کردن به غیبت حتی اگه خودمان غیبت کننده نباشیم شریک جرم شدنه. درست مثل اینه که کسی مال کسی دیگر رو دزدیده باشه و از اون به دیگری بذل و بخشش کنه. پذیرفتن مال دزدی درست مثل شریک شدن در دزدیه. یه روز دوستی برام تعریف میکرد که به 2 نفر از نزدیکانش تلفن کرده بود. پس از پایان مکالمه تلفنی که ظاهراً بسیارم دوستانه بوده، آن 2 نفر گوشی رو میذارن اما بدون اون که متوجه بشن تلفن کاملا قطع نمیشه. بنابراین ادامه مکالمه آن 2 شخص به روی پیامگیر تلفن دوستم ضبط میشه. دوستم در کمال تعجب میشنوه که این 2 نفر که تا چند لحظه پیش اونقدر به اون اظهار محبت و دوستی کرده بودن اکنون دارن پشت سر اون حرف میزنن و نحوه صحبت کردن و شخصیت اونو به تمسخر گرفتن. ناراحتی و آشفتگی دوست من از شنیدن این سخنان قابل توصیف نبود. جالب اینه که این 2 نفر برای مخفی کردن سخنچینی‌های خود تمام احتیاط لازم رو به کار برده بودن، اما باز در نهایت غیبت کردن پنهانی آنان برملا شد و به بروز خشم و تلخی همدیگه انجامید. از دیگر نتایج غیبت و سخنچینی نفاق، عدم اتحاد و نزاع و ستیزه‌جویی است. امثال 16:28 میگه که شخص منحرف تخم نزاع میپاشد و سخنچین بین دوستان نزدیک جدایی میافکند. ایجاد تفرقه و جدایی خود یکی از دلایل اصلی غیبتگوییه. انگیزه اصلی اون نیز حسادته. هر چند در نقاب دوستی و صمیمیت با یکدیگر بیان بشه. همچنین چه بسیار دوستی‌های دیرین که در نتیجه سخنچینی گسسته شده و چه خانواده‌ها که در نتیجه این بیماری زبان از هم پاشیده شدن. بسیاری از روابط آسیب دیده ولی قابل ترمیم در نتیجه آتش غیبت دیگران با بیرحمی متلاشی شده. ای کاش در مواقعی که به نحوی می‌خوایم خود را در مشاجره دیگران دخیل کنیم این کلام حکمت رو آویزه گوش بکنیم که در امثال 26:2 می‌فرماید بدون هیزم آتش خاموش می‌شود، بدون سخنچینی مشاجره پایان می‌پذیرد. همچنین بی‌اعتمادی یکی دیگه از خصوصیات بارز غیبته. نتیجه آنکه خبرچینی منجر به بی‌اعتمادی، بدبینی و بدگمانی می شود، به علاوه خود ما نیز معمولاً کمتر به افرادی که نزد ما در مورد دیگران غیبت می کنن اعتماد می کنیم. چون می دونیم کسی که چنین عادتی داره به احتمال زیاد روزی هم در مورد خود ما نزد دیگران غیبت می کنه. درسته. و همچنین توی بین صحبت‌های شما داشتین میگفتین، من به این نتیجه ببرم که باید مواظب باشیم که غیبت رو آرایش ندیم. مثلا بعضی‌ها دیدین زرنگ بازه در میارن و خب بعد که غیبت کردن میگن خب نه من نشستم داشتم درد دل میکردم، غیبت نبود که. و خیلی باید مواظب باشیم. با کلمات بازی میکنن. دقیقاً. درد و دل کردن با غیبت گفتن خیلی فرق میکنه.
و همینطور که در کلام خدا شما خوندین در امثال که شخص بداندیش نزاع را به پا می کند و آدم سخنچین بهترین دوستان رو واقعا از هم جدا میکنه. موضوع اینه که اگر فکر ما مثل اون فکری که عیسی مسیح میخواد نباشه و بداندیش باشیم، دارای روح خرابکاری خواهیم بود. دیده شده که غیبت ضربات همونجور که شما گفتین سنگین در هر نوع روابط میزنه و زده و همینطور میتونه در رابطه با مسائل زناشویی، دوستی، خدمت، کار و در هر چیز دیگه انجام بشه. در دوستی ها هستش که من و شما اسرار خودمون رو در میون میذاریم و یا درد دلی با هم میکنیم و بعد اینکه دوستی یک اتفاقی بینش میفته، یه ناراحتی بین دوست ها میشه، فردای اون روز همه حرفای شما پخش شده به همه جا. دقیقاً همینطوره. و همینطور در امثال در کتاب عهد عتیق در باب 22 آیه 20 تا 22 اینطور میخونیم که هیزم که نباشد آتش خاموش میشود، سخنچین که نباشد نزاع فرو مینشیند. همانطور که زغال و هیزم آتش را مشتعل میکند، مرد ستیزجو هم جنگ و نزاع را برپا مینماید. حرفهای آدم سخنچین مانند لقمه‌های لذیذی که همونطور شما گفتین که با لذت لقمه‌های لذیذی است که با لذت بلعیده میشه. معمولا با تخم شکستن خیلی میچسبه برای خیلیا. بله عزیزان، بریم با هم یک سرود میشنویم، برمیگردیم، با ما همراه باشید. بیایید خدا را به سرایی، به حضورش با سپاسایی، در وصف صخره یه نجاتمان، با شادی و شور سرود بخوانیم. در وصف صخره یه نجاتمان، با شادی و شور سرود بخوانیم. ما هم روی او خدای ما، گله اوی او شبان ما. ما هم اوی او خدای ما، گله اوی او شبان ما. پادشاه کل جهان است، آب و خشکی به او تعلق دارد. اعماق زمین در دستهای اوست، بر موج دریا فرمان میراند. اعماق زمین در دستهای اوست، بر موج دریا فرمان میراند. ما هم اوییم او خدای ما، گله اوییم او شبان ما. ما هم اوییم او خدای ما، گله اوییم او شبان ما. در برابر نام عظیمش سرهای من را فرود آوریم. او را با شادی عبادت کنیم، شکرش بگوییم، همش سراییم. او را با شادی عبادت کنیم، شکرش بگوییم، همش سراییم. ما هم اوییم او خدای ما، گله اوییم او شبان ما. ما هم اوییم او خدای ما، گله اوییم او شبان ما. ما هم اوییم او خدای ما، گله اوییم او شبان ما. ما هم اوییم او خدای ما، گله اوییم او شبان ما.
خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. موضوع برنامه امروز ما در مورد غیبت بود که ما در مورد اون صحبت کردیم که اصلا کلا غیبت چیست، چرا غیبت میکنیم، نتایج غیبت چیه و الان میخوایم راجع به تأثیر غیبت به خود شخص یه توضیحات کوتاهی رو بدیم. کلا غیبت کردن عزت نفس شخص رو از بین میبره. وقتی از کسی غیبت میکنیم، حتی اگه دیگران متوجه نشن، خودمون میدونیم که به راستی و امانت وفادار نبودیم. تنها پیروی صادقانه از اصول الهیه که وقار و ثبات شخصیت روحانی ما رو استحکام میبخشه و عشق و علاقه و محبت ما رو به فرامین خدا نشون میده. در اول یوحنا 3:21-22 میخونیم که ای عزیزان، اگر وجدان ما راحت و آسوده باشد، می توانیم با اطمینان خاطر و اعتماد کامل به حضور خداوندمون بیاییم. آمین. حالا واقعا میخوایم ببینیم راه حلش چیه و چگونه میتونیم از این عمل زشت بگریزیم. اگرچه گریز از محیطی که در آن غیبت میشه گاه شاید غیر ممکن باشه، اما در اکثر موارد راه حل‌هایی برای متوقف کردن چرخه غیبت وجود داره. کسی که آماده است از دستورات کتاب مقدس در مورد لزوم پرهیز از غیبت و سخنچینی اطاعت کنه، باید بدون قضاوت کردن در مورد دیگرون یا بدون اون که بخواد خودشو مقدستر از دیگرون نشون بده، به کسانی که در کنار اون غیبت میکنن بگه که مایل نیست به غیبت گوش بده. طبیعیه که دوستانتون در ابتدا از ما کلاً ممکنه دلخور بشن، به ویژه اگه قبلا در غیبت کردن با اونا شریک بودیم، اما مطمئن باشیم که به تدریج مورد احترام و اعتماد اونها قرار خواهیم گرفت. همچنین اگه در محیطی کار میکنیم که افراد مدام پشت سر یکدیگر غیبت میکنن، شاید یه شیوه جالب این باشه که روی میز خودمون قابی بذاریم و به روی اون بنویسیم منطقه غیبت ممنوع یا بر داشبورد اتومبیل خودمون برچسبی بچسبونیم نظیر غیبت ممنوع. خیلی عالی. آره دقیقاً. گاهی اوقات تنها کافیه که موضوع بحثمون رو عوض کنیم یا مثلا بگیم بیاین در مورد یه چیز دیگه با هم صحبت کنیم. به این ترتیب مؤدبانه به اون طرف فهموندیم که با غیبت میونه‌ای نداریم. درسته. ما هرگز نخواهیم توانست دوستان خودمون رو وادار کنیم که غیبت نکنن، اما با استفاده از این روش‌ها و روش‌های دیگر مطمئن باشیم که اونا خیلی زود در خواهند یافت که در کنار ما غیبت کردن نمیچسبد. غیبت اسارت و مشکل بزرگی است که میتونه همه ما رو به خودش بپیچه و باید در برابر اون مقاومت کرد و این کار انجام نداد. به نظر من این چیز نیستش که با دارو، دکتر یا دوا یا عمل جراحی بشه درست کرد و درمان بشه، ولی این رفتار رو خداوند، فقط و فقط خداوند میتونه به ما کمک کنه که از این اسارت رهایی بده. غیبت کردن و سخنچینی یک گناه و انسان میتونه اسیرش باشه و یک اسارت هستش که فقط به دستهای خداوند میتونه این اسارت باز بشه. ولی در کلام خداوند در عهد جدید میخونیم که یکی از نشانه های زمان آخر هم در کتاب دوم تیموتائوس در باب 3 آیه 3 نوشته که اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود، لافزن و متکبر، بدگو، نامطیع والدین، ناسپاس و ناپاک و بی‌الفت و کینه دل و غیبتگو، ناپرهیز و بی‌مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور از عشرت را بیش از خدا دوست می‌دارند. واقعا خداوند داره اینجا میگه که به خاطر کلام زندهش که واقعا چجوری با همه ما صحبت میکنه. آمین. و اینو در 2000 سال پیش عیسی مسیح اومده که گفته که در همچین زمانهایی این اتفاقا میفته، همگی با همی اتفاق میفته. دقیقاً. و خیلی قشنگ میتونیم ما در جامعه الان ببینیم در همین دنیای جدید پر از تکنولوژی و با این همه امکانات همه این چیزها اتفاق میفته، ولی کلام زنده خدا همونجوری که گفتین کاملا واضح با انسان صحبت میکنه. ولی عزیزان امروز ما میخوایم با این برنامه به شما عزیزان
بگیم که بیاین و بخواین که از این اسارت آزاد بشیم. امروز میتونه غیبت در زندگی تک تک ما باشه، ولی عیسی مسیح قادره که ما رو آزاد کنه و تمام این زخم هایی هم که خیلی از عزیزان زخم ها دیدن از این غیبت شده در موردشون و واقعا دل شکستن از این مورد، خداوند قادره که قلب های شکسته رو لمس کنه و التهاب بده. امروز عزیزان میتونه روز شکرگزاری باشه براتون. در کلام خدا میخونیم که در هر امری شاکر باشید، چه خوب چه بد، چه سختی چه راحتی، چه سلامتی چه بیماری، چه برکت مالی و چه تندرستی، چون اینه که اراده خدا در حق من و شما هستش. بسیاری میپرسن که اراده خدا بر زندگی من چیه؟ یکی از جنبه های اراده خدا برای زندگی من و شما این هستش که شکرگزار باشیم. به جای غرغر کردن، غیبت کردن و گله و شکایت، روحیه‌ای که ایرادگیری داشته باشیم، بیایم شکرگزار باشیم. اگر من و شما اون جنبه های اراده خدا رو که به طور واضح در کلامش برای ما نوشته انجام بدیم، جزئیات خاص در مورد موضوعات خاص در زندگیمون رو هم پدر آسمانیمون میتونه برای ما روشن کنه. و عیسی مسیح امروز از من و شما میخواد که این روحیه غرغر کردن، غیبت کردن، گله و شکایت رو بذاریم کنار و او رو به خاطر تمام چیزهایی که در زندگیمون داریم پرستش کنیم و شکر کنیم. آمین. خدا رو شکر. خب دوستان عزیز، با هم دیگه میریم یه سرود میشنویم، برمیگردیم، با ما باشید. تجلیل و تکریم از آن تو باشد، عزت و جلال از آن تو باشد، شکوهت برتر از آسمان ها، ستایش ها از آن تو باشد. قلبم از آنت است ای مهربانم، برای روحت من میکرانم. آهنگ جانم را تازه نمودی، بی پایان است عشقت، این را میدانم، این را میدانم. توی مهربان من، توی آشنای من، توی آن چراغ و نور و رنگ در روح و جان من، توی هم صدای من، توی هم نگاه من، توی راه و در تو قدم بگذارم. چگونه میتوانم در فکرت نباشم، چگونه میتوانم از تو دور باشم. تا همیشه، تا همیشه، تا همیشه در تو مانم. تجلیل و تکریم از آن تو باشد،
عزت و جلال از آن تو باشد، شکوهت برتر از آسمان ها، ستایش ها از آن تو باشد. مهربان تری از هر مهربان، عاشقی بیش از کل عاشقان. با محبت خود مدیونم کردی، وقتی دادی عیسی را بهرمان، عیسی را بهرمان. توی مهربان من، توی آشنای من، توی آن چراغ و نور و رنگ در روح و جان من، توی هم صدای من، توی هم نگاه من، توی راه و در تو قدم بگذارم. توی مهربان من، توی آشنای من، توی آن چراغ و نور و رنگ در روح و جان من، توی هم صدای من، توی هم نگاه من، توی راه و در تو قدم بگذارم. عزیزان، با رادیو ندای محبت در خدمت شما دوستان هستیم. امیدوارم که امروز این 1 ساعت بعد از ظهرتون رو برای ما گذاشته باشین و با ما همراه بوده باشید. امروز در مورد غیبت صحبت کردیم که غیبت چیه، چرا غیبت میکنیم و غیبت کردن اصلا کار خوبیه یا بدیه. و به این نتیجه رسیدیم که غیبت میتونه که از صفات بد از دید خداوند باشه و خداوند کسانی که دارای این صفات هستن رو واقعا ترک میکنه و با ترک کردن خدا اونا رو تنبیه میکنه. که به این نتیجه رسیدیم که تنبیه خدا و ترک کردن خدا و ما رو به حال خودمون گذاشتن یک چیز جالبی نمیتونه برای هیچ کسی باشه و یک اسارتی هستش که فقط و فقط خداوند میتونه این اسارت رو آزاد کنه. و واقعا خدا رو شکر به خاطر عیسی مسیح که به روی صلیب به خاطر گناهان ما اومد و بر روی صلیب مرد و بعد از 3 روز قیام کرد، حاضر امروز در میان ایرانی کار کنه، حاضره که ضعف‌ها رو امروز برداره و یک زندگی جدید بده. عزیزان، دوست عزیز، اگر شما با ما در این صحبت در مورد غیبت امروز سهیم بودید، اگر این ضعف رو در خودتون میبینید، امروز میتونید با من و خواهرم یگانه در دعایی که میخوایم داشته باشیم سهیم باشید و بخوایم که از صمیم قلب خداوند این گناه رو از زندگی ما برداره. بس بیایم با هم در دعا کنیم. ای خداوند پدر، ای خدای زنده، ای مسیح جان، ای شاه شاهان، به حضور پر از فیض و محبت تو میایم و تو رو شکر میکنیم به خاطر کاری که بر روی صلیب برای تک تک ما کردی. خداوندم تو رو شکر میکنم به خاطر شنوندگان عزیزی که امروز با ما همراه بودند و این پیغام تو رو شنیدند. ای خداوندم میخوام که این غیبت، این گناه و این اسارت رو به حضور تو بیاریم، چون که میدونیم نه هیچ کسی، هیچ دکتری، هیچ دوا و درمونی حاضر نیست ما رو از این اسارت آزاد کنه، ولی توی خداوندم قادری که با خون پاکت بیای و بر زندگی های تک تک ماها بریزی و ما رو از این اسارت خانمان سوز خداوندم رهایی ببخشی. مسیح جان، خداوندم میخوام که بیایید بر زندگی های خداوندم کار کنی، بر قلب ها، بر کسایی که خداوندم این غیبت شده یک عمل هر روزه زندگیشون، بیا در زندگی هاشون کار کنی، چشمهاشون رو باز کنی که ببینن این کار اشتباهه و این کار گناهه و باعث رنجش و خرابی ها هستش. خداوندم اگر کسانی هستن که خیلی ضربه دیدن، در غیبت شده بهشون و خیلی ضربه ها دیدن، دل شکسته هستن، ای خداوندم تو امروز قادری که قلب ها رو لمس کنی و آرامی ببخشی. خداوندم و تو میتونی در تنهایی ها با اونا صحبت کنی. مسیح جان، ضعف ها رو، این ضعف بزرگ رو از زندگی ها بردار و اگر شنوندگان میخوان امروز خداوندم بیا در زندگی هاشون کار کن و تو شاه شاهان زندگیشون باش و در زندگی هاشون کار کن ای خداوندم. آمین. و از اسارت ها آزاد کن. باشه که یک روح شکرگزار داشته باشیم و در هر سختی، در هر تنگی و ناراحتی و خوشی به خاطر هر چیزی که داریم تو رو شکر کنیم. آمین.
تو رو شکرت میکنیم و همه دعاهامون در نام پرجلال عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. آمین. خب دوستان عزیز، کم کم به آخر برنامه امروز نزدیک میشیم. خیلی خوشحال بودیم که تا آخر برنامه با ما همراه بودین و امیدواریم که برنامه امروز واقعا مورد پسند خاطر شما عزیزان واقع شده باشه و از اون برکت گرفته باشید. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربون میسپاریم و براتون آرزوی روزهای خوب و پربرکتی رو دارم. آمین. در فیض خداوندمان عیسی مسیح. و تا برنامه بعدی شما رو به خداوند می سپارم. خدا نگهدار. بله عزیزان، عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه و در میان ایرانیان با قوت عمل میکنه. نیازهای خود رو در دعا به خداوندمون عیسی مسیح که قلبی پر از شفقت داره بیارید تا در زندگیتون عمل کنه. اگه درخواست دعا دارید میتونید با شماره تلفن 28 44 3005 تکرار میکنم 28 44 3005 با ما و با کشیش هوشنگ صمدی در تماس باشید تا در دعا با شما عزیزان متحد شیم. تا هفته دیگه و برنامه دیگه شما رو به دستان خدای زنده میسپارم. خدا نگهدار. رها کنه از هرچه هست گناه و مشکل. باور کن عیسی مسیح شده مصلوب برای ما تا که ببخشه خداوند ما رو از گناه آدم. او کشید همه